پرصرفه ترین سیستم 65 میلیونی که میتونید توی این اوضاع اقتصادی بخرید. توی این ویدیو قراره که یک سیستمی رو با هم بررسی بکنیم، قطعاتش رو یک به یک بهتون بگم که اگر که قصد دارید توی حوزه حدوداً 65 میلیون تومان سیستمی تهیه بکنید واقعا به کارتون میاد. پس با من همراه باشید. سلام، خوش اومدین به این ویدیو. مجتبی لاینی هستم از چنل PC اسکول. امروز اومدیم خدمت شما که قطعات این سیستم رو بهتون معرفی بکنیم و یک سری توضیحاتی رو هم به صورت تکمیلی بهتون بدیم که خطای مشکلی چیزی توی خرید این سیستم نداشته باشید. اما بریم سراغ قطعات این سیستم. اول از همه از CPU شروع میکنیم. آیتیری 1300F. چرا؟ ببینید الان ما 1200F رو مثلا حدود 4-5 ماه پیشنهاد میکردیم، ولی الان خب ببینید از اونجایی که ما حدود 500-600 تومن بیشتر اختلاف بین این دوتا CPU نداریم، خب طبیعتا میتونیم بریم 1300F رو برداریم. میتونه توی چیزهای مختلف یک کوچولویی بهتر عمل کنه و جدیدتر هم که هست. با قیمت حدودی 10 میلیون تومان میتونید پیداش بکنید. مادربردمون A610 MAE D4 هستش. D5 خب اگر که بودجهتون حالا بتونید تا 70 تومن برسونید میتونید D5 بگیرید یا MAE Wi-Fi بگیرید که حدود 9500 قیمتش. ولی خب ببینید MAE D4 که بهتون پیشنهاد دادم توی حدود 9 میلیون تومنه. A610 MS هم هست، MK هم هست که باز اونها رو هم میتونید تهیه بکنید. قیمت‌های همشون هم توی حدود همون 8.5 تا 9 میلیون تومنه. مادربرد MAE رو اگه بخوام بهتون بگم یک اسلات M.2 داره و 4 تا اسلات SSD SATA داره. 2 تا USB 3 داره. USB 3 2 جن 1 نسل 1 که باز همون سرعت همون USB 3 رو داره. 4 تا USB 2 داره. کار رو راه میندازه دیگه. اما بریم سراغ رم 16 گیگ سینگل میتونید بگیرید. رم 2 تا دوئل چنل 8 گیگ هم میتونید بگیرید، 2 تا 8 گیگ. ولی خب فعلا 16 گیگ بگیرید، بعدن ارتقاش بدین به 32 گیگ. راجع به راهنمای خرید رم هم یه ویدیو تا چند روز دیگه میذارم، لینکش اینجا میاد و میتونید بریم ببینید، خیلی بهتون کمک میکنه. رم 16 گیگ تک D4 3200 مگاهرتز کروشیال، حالا اگر که CL19 هم باشه اوکیه، میتونید پیدا بکنید. و اما میریم سراغ گل سرسبد همه سیستم‌های گیمینگمون که کارت گرافیک هست. کارت گرافیک ببینید اگر که شما بودجهتون توی 60 میلیون تموم میشه، یعنی نمیتونید بیشتر جور کنید، میتونید برید سراغ RX 5600 XT یا 5700 XT که 5600 دیگه، آره، که توی این قیمت هست. حدود قیمتی اگه اشتباه نکنم 16-17 میلیون رو داره که تو حدود 60-62 میلیون تومان اگر بودجهتون باشه میتونید این کارت رو تهیه بکنید. دست دوم نوک قطعا نمیتونیم، چون هم ممکنه گیر نیاد هم دردسر داره اگر گیرتون اومد که به چه بهتر. اگر که حالا مثلا حدود 65 67 یا حتی تا سقف 70 میلیون هم تونستین برید و بودجهتون رو جمع بکنید، با خیال تخت برید سراغ RTX 2060 سوپر. اگر که گیرتون اومد با یه قیمت خوبی توی حدود قیمت الان فکر کنم 22 میلیون تومان باشه. برای 20 آذر ماه 1404 هست ویدیو و حواستون باشه که ممکنه قیمت ها تغییر بکنه اینایی که من میگم. ولی خب ببینید دیگه یا این یا اون. چرا میگم 2060 رو بگیرید؟ چون که اگر که شما کارتون رندرینگ و ادیت و اینا باشه 2060 توی این حوزه بهتره. بریم سراغ پاور سیستم. میتونید دیپول یا گیرین بردارین، ولی خب حالا من به عنوان گزینه انتخابی PF 500 یا 450 رو بهتون پیشنهاد میکنم. 450 تقریبا اوکیه، ولی خب حالا 500 بگیرین اگر خواستین بعداً گرافیکو یکم ارتقا بدین
و حالا کلا به خاطر پایداری بیشتر خود گرافیک به نظر 500 فعلا بهتره. آره دیگه PF 500 دیپ کول، حدود قیمتی 4.5 هم قیمتشه. اما برای SSD ببینید دیگه بستگی به بودجهتون داره. اگر داشتید M.2 بگیرید، اگر نه خب SSD SATA بگیرید. اگر داشتید توی حدود 7 میلیون تومن 6500 همین حدودا ما لگزار NM620 رو داریم. حالا کار نداریم به قدیم بودنش و اینا، 500 گیگ میتونید تهیه کنید و خودتون رو خلاص کنید. اگر خواستیم بعدا یه HDD بندازیم برای آرشیو کردن چیزاتون. M.2 هم اگه خواستیم بگیرین میتونید برین سراغ برند MSI، هم گزینه‌های قیمت مناسبی داره. فن CPU، همون فن RGB گوگلی مگولی که معمولا میذاریم توی سیستما، 2 تا گزینه دارم. یکی اقتصادی تره که گیم دیاس برویز ایوان 210 لایت که قیمت حدودی 1,300-400 تومن داره. یه گزینه دیگه هم داریم آیس بلید ARGB که اینم توی حدود قیمتی 2 میلیون تومن میتونید تهیه کنید. دیگه هر کدوم کشش مالی داشتید میتونید تهیه کنید. تقریبا دوتاشون خوبن، ولی خود دیگه اونی که گرونتره طبیعتاً بیشتر خنک میکنه و ایمن‌تر. اما قاب کیس، ببینید قاب کیس خب چیزی نیست که من بخوام بگم برو همونو بخر تو هم بری همونو بخری، ولی پیشنهاد اگه بخوام بدم باز 2 تا گزینه آوردم براتون که یکی اقتصادی تری، یکی یه ذره یه لول گرونتره. اون اقتصادی تره تسکو TC4484 هستش که توی حدود قیمتی 1,500 میتونید تهیهش بکنید. فکر کنم فن نداشته باشه، حالا نمیدونم شایعه بوده یا چی، گفتن که فن نداشته. عکسشو که میبینید 3 تا فن داره جلوش، یکی هم پشتش. حالا ظاهرا فن نداشته، شما میتونید برید تهیه بکنید و توی اون قالبای خودش بذارید. مثلا فنای RGB هست که اقتصادی بخواید عمل کنید، دونه حدود 130-140 تومن هم میتونید راحت 2-3 تا بگیرین و زیر 500 تومن دیگه کار در میاد. هدف اینه که نوری بده دیگه. حالا اگر چیزی پیدا کردم عکسش اینجا میذارم. اما بریم سراغ بخش آخر. ببینید یک سری از شما پولتون نقده، همین الان میریم میخرین، قال قضیه رو میکنین. یک سری از شما حساب باز کردن رو آینده درخشان خودشون و اگر که اینجوری میخواین پیش برید، یه ویدیو داریم راجع به اینکه چطور قطعه سیستم بخریم، اولویت هامون چی باشه، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه چیزهایی رو باید شرایطش رو داشته باشیم که بتونیم بهترین انتخابهای خودمون رو توی خرید قطعه داشته باشیم. یعنی مثلا هر ماه بریم یک قطعه مشخصی رو بخریم. ویدیوش اینجا میاد و میتونید ببینید که خیلی بهتون کمک میکنه.
ممنون که تا اینجا ویدیو همراه بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعدی بدرود.